بسم الله الرحمن الرحیم. دستی کودکایی نابالغ 7 ساله و 5 ساله می قپید گریان ما رعایت میکنیم. همدیاران عزیز، در خانه اکثر ما و شما قرآن غریب است. قرآن در بالای شفنر ما و شما چند گرفتگی خواب است. قرآن نمیشکاییم، بیبلیه را میشکاییم. امروز تاجیک اکثرش نصارا شده است. از روی 2 کیلو روغن، از روی 1 کیلو آرد و 1 قابچه آرد مر به همین بیناموسید. حضرت بلال رضی الله تعالی عنه در بالای سینه‌اش سنگ کلان میموندن، میزدن، دست و پاش بلیزوه ها با کاردا چاپ میکردن. احد میگفت از دین نمیگشت. امروز چقدر مسلمان تاجیک بیناموس شده است. خالق یکتاش مونده. امروز زردشتی را تعریف میکنه. امروز دانشمندای ما از تلویزیون میگن که ما زردشتی بودیم، زردشتی باقی میمونیم. نه، قسم به نام الله، ما مسلمان بودیم، مسلمان باقی میمونیم. زردشت دین نبود، زردشت در دین کافر بود. من نمیدانم این دانشمندای ما این فردوسی را شاهنامه‌اش نمیخونده باشن. دختر شگریف حامله دار شد، از دخترش حامله دار زردشت که امروز فیلسوفای ما تعریف میکنن. قسم به نام الله به اسلام فخر بکنیم، قرآن دوست بداریم. گر همه خواهی مسلمان زیستن، نمدار بچه ها کرده سیاه شیشه های سیاه. این خائن ملت هستند، اینا دشمنی ملت هستند. اینها دختران ما و شما را لیش میسازند، پسران ما و شما را گیرینکش میسازند، بی آداب میسازند، بغیر بی آبرویی. امروز پسر تاجیک پدرش حرمت نمی کند، دختر تاجیک مادرش حرمت نمی کند. پدرش پخن میگه، مادرش مخن میگه. پدر مادرجان رئیس به خاطر کارش پدرش پدرجان میگه، مادری رئیس مادرجان میگه. مر بیناموس منبری مادر خت مادرجان بگی، پدر خت منبری پدرجان بگی. مر بیناموس، تو چرا از قرآن دور موندی؟ تو از احادیث نبوی دور موندی. قسم به نام الله، اگر تو مادرت دوست بداری، هر پگی پای مادرت بوسه بکن، تو پادشاه میشوی، تو آبرومند میشوی. آیا نمیدانیم که بزرگای کم بغل به دعای مادر چی شدن؟ اسحاق در کتاب نوشته است، میگه استاد ما در خواب دیدم، استاد من در خواب دیدم ریش مبارکش پر از در یاقوت بود. پگهی درس آمدم، استاد من پرسیدم که استاد امشب من در خواب دیدم ریش مبارکت پر از در یاقوت بود. استادش گریان شد، گفت که بله دیدم مادرم پایلیش در روی زمین گشته بود. من از در آمدم، مادر مرقه کردم، در بالای کورپچه شناندم، بر ایشان پای مادرم تازه کردم. انا این بود که ریشی من تو در خواب دیدی که در و یاقوت بود. امروز ما با مادر چی میکنیم؟ طرفی مادر داد میزنیم، طرفی زنامان، زنک جان و عروچان مادر داد میزنیم. مادری که تو را به دنیا آورد، سببی به دنیا آمدن تو مادر شد، پدر پیر شد. امروز مادر قدر ندارد. مادری که در خبرها آمده است که به سوی 3 کس نظر کردن عبادت است. یکمش بیت الله را نظر بکن، در نام اعمال خدا ثواب می نویسه. بگو که خداوندا این خانه را تو آفریدی، دوستای تو در گرد خانه طواف میکنند، به تو رو پرو میشوند، تو را دوست میدارند. دویمش قرآن را بشکن، نظر بکن، بگو خداوندا این سخنی تو است، من دوست میدارم سخنی تو را. سیومش این همی مادرایی که روش جنگ زدگی هستند، این همی پدرایی که پیر هستند، همین را نظر بکن، در نام اعمال تو ثواب نوشته میشد، در نام اعمال تو ثواب نوشته میشد. هم دیاران عزیز باهوش بیاییم. ما و شما را غربی ها بغیر بی آبروی چیز تعلیم نمیتین. ما و شما فقط آبرومان از قرآن میشویم، از احادیث پیغمبری گرامی اسلام. ما چرا امروز بیناموس شدیم؟ چرا ما اسلام دوست نمیداریم؟ اسلامی که ما و شما را گفت که پدر تبوشناس، پدرت نبر مسافرت خانه بسپار. امروز جوان تاجیک پدرش مسافرت خانه میبره. کجا شد ناموس؟ مادرشن حرمتشن نمیداند. مادر دوست بدار. اسلامی ما آمده است که ای فرزند تو دوست بدار مادر پدرت. من خطاب به سوی پدران میکنم. پدران عزیز، این همش علاماتی است که بیسوادی است. ما فرزندامون رو تعلیم قرآن نکردیم، ما تعلیم احادیث نبوی نکردیم. ما پدرها در سری دسترخوان نشستیم، نگفتیم که بچه جان بسم الله بگو، تو بنده خدا هستی، تو امتی پیغمبر گرامی اسلام هستی، تو بگو که اشهد ان لا اله الا الله. چرا امروز دخترچای 3 سالی ما شعر منیژه را میدونه؟ چرا شعر غزل سریا را میدونه؟ چرا فاتحه را نمیدونه؟ چرا امروز فرزندای 5 ساله ما سوره فاتحه را نمیدونن؟ چرا امروز جوانای ما کلمه توحید نمیدونن؟ من وقتی که نکاح برم جوانم میگم که بگو کلمه توحید بگو، میگه بابی دامرا کلمه توحید چی باشه؟ امروز جوان تاجیک دخترها سبست بیچاره دخترها بروگ میپوشن، نافاشون تافته. امروز ایده همه در صحرا
با پدرش در مسجد میشینه. روسیا دیوسی حرام. ناموس دیدیم الله میگه که یا ایها الذین آمنو انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل شیطان. نردی بازار را دید، روش یعنی مکد، انگشتاش در گوش انداخت، گفت لعنتی خدا بر شما الا نردی بازار. امروز شرم نمیداره، موش سفید نردی بازی میکند. با میگی برادر نردی بازی نکنم مسلمان، تو پگه میموری با کدام مولای احمق تو را جنازه میکند. میگه ما مسلمانو گپ در دیلای، روسیا گپ در دیلای، زنا بکنی، عرق بنوشی، نردی بازی بکنی، زن تلیش بکنی، دختر تلیش بکنی، با تو مسلمان، تو صدقی مسلمان شوی. این شیطان است تو را خرسن میسازه، تو از اسلام خیلی دور موندی، تو صدقی نام مسلمان شوی. ما خطاب واسه جوانا میکنم، خوشا به حال جوانایی که زن میگیرن، زنشان برای خودشان میگیرن. نمیره صد مردی عرق نوشی حرام خور با عروس سینه‌اش پس میکنه تماشا میکنه. روسیا دیوس نکاح نداری تو صدقی زن شوی. تو زن برای خود نگرفتی، تو زنی جوره ها تای. من صدها بار میگم جوان او جورت از لب کندگی تو بیزاره، او لوای کندگی تو تماشا نمیکنه، او سینه های سفید زن تو تماشا میکنه و رخسارهاش تماشا میکنه. تو دیدگی گشته در هر روز قدیشی. اون طرف با همون جورت میگه که سینه‌اش کلام بوده است، لنجاش خیره، همون جورایی که در برات میستن. من نمیدانم میمون زنش نگاه میکنه، زنش نگاه میکنه، خروس زنش نگاه میکنه. امروز جوان تاجیک جوراش میگه بیا پای زنی ما بریم. امروز جوانی که همین کارا میکنه من نمیدونم کدام ماده شده، کدام ماده امریکا، ماده روس. نه ما مسلمان هستیم. تو ماده قرآن بکن. ای مادر تو پیرو به فاطمه شو، تو پیرو به عایشه بکن. چرا دختر تا منیشه میمونی؟ چرا دختر تا حافظه کلیش در صحرا حافظی میکنن؟ فقط قطعی همون دوزخ میری. من احب قوما فهو منهم. کسی در دنیا کسی را دوست میداره در روز قیامت همون قطعی میخیزه. حاجی دیوس باشه حافظی بکنه عرق بوده قطعی لیلین میخیزه، قطعی استالین میخیزه، قطعی کافرا میخیزن. اگر کم بغل باشه مسلمان باشه در بر رسول اکرم قطعی ابوبکر صدیق میخیزه، قطعی عمر فاروق میخیزه، قطعی حضرت عثمان ذی نورین میخیزه، قطعی هر این کس. من نمیدانم خدا میگه عرق حرام. یک مرچی کافیره که امروز اگر بگو که ای برادر تو مسافر دولینی داری، تو بچه 30 ساله دولینی داری، تو عسل نخو، تو گوشت گوسفند نخو. همین خانی بابی عبدالرحمن میگه کو بچه هم گپ زن گوشت چیه؟ ای خاک در سرت مر باب چی میپرسی؟ گوشت گوسفند ها نمیخورم. چرا؟ مرا ورش گفت که تو دولینی داری. ای کاش که تو بمری تو زمین بکشه بهتره. تو نمیپرسی که الله در قرآن گفت که عرق حرام، زنا حرام، غیبت حرام، گیره فروشی حرام، زن حرام. پیشی بری سینه تا زن تا محکم بکنی حرام است. ایران نمیپرسه چی میگه؟ گوشتی چیه؟ گوشت گوسفند نمیخورم. چرا؟ مرا ورش گفت که نخو که تو دولینی داره بمیری. ای کاش که تو بمری تو خلاص شوی. امین بیناموسی. الله میگه که عرق حرام نخو ننوش. ای جوانان عزیز ما خطاب اسلام بگذارد. چرا مردم تو سرگردان میکنی؟ بگو مرا گراب کنید برای در پیش ایوان گور کنید. تو صدقی قرآن شوی، تو صدقی حدیث رسول اکرم شوی. ناموس در اسلام است، ناموس در قرآن است. تو وقتی ناموس نداری تو چرا خود نام تو میگی مسلمانم؟ من حیرانم. امروز بگو که یا مسلمانی یا کافر هستی. تو منافق نشو. تو قرآن، تو مسجد بند نکن، تو ورزید قرآن نبرو. تو کیلون گرفتی برای کیلون بچت بگی. تو چرا میگی که یک بچه دارم تو میکنم رستوران با توبه میکنم؟ نه توبه قبول نیست. تو نعوذ بالله عرق عشقش قدی فراری زن و مرد جمع کنی بابا کی نیم مسلمان. نه این کار نمیشه برادر جمن. در پیشگاه خداوند جواب میگی. بنابراین لحاظ یکم گروه کسی است که عرق نوش، دویمش که آقی پدر و مادر، کسی که پدر و مادرش از وی ناراض روی جنت نمیبیند. سومش دیوس کی است؟ همین جوانایی که در مسکو کار میکنن آماده سپوشکه میخرن برای عروساشون. امروز عیده میبرن نگر زنک لوات سرخ بکن امروز جورای ما قطعی رو پرو میشی. بعد این جوان میبره در پیش جوراش میگه زنک قطعی جورای ما سلام بکن. با در پیش خودش دستی سفید زنشه جوراش میشپونه. با تاجیک تو اگر نشپونه بوی نمیتیه. قایدی تاجیک همیه. اگر کارخانه‌ش هم بود رئیس هم باشه زنکا قط سلام میکنه. عروس میداره از دستی گفته میره بالا کابینتش میداره. تاجیک مردم دستی زنکا را تا نشپونه با نمیره. با این جوان چخ میسته در بالای سر میشینه میگه عروسی هم برو قطعی جوری رقص بکن. ای روسیا تو بدبخت کو یک بار ساعت یک شب بخه بگه عروس بخه در پیش میان رقص بکن. می برقص میگه اون شوس مردک در پیش جورت رقص میکنن. قطعی جورت سلام میکنن، خش زیبا میکنن. خونت کی آمد با لباسای کانش میپوشه تنش کی گاو میکنه بیچاره برو تپرا میکنی. فقط با کوچه میروی دخترای شلوخی کوچه رو با تماشا میکنی.
نعوذ بالله کجا رفتیم ما به کدام راه رفتیم ما و شما جواز بداریم ما و شما بی ناموس نشویم ناموس اسلام است ناموس قرآن است اسلام ما و شما را با آبرو می سازد غیر قرآن ما و شما را به آبرو می سازد بنابر همین لحاظ الحمدلله رب العالمین موضوعی که ما آیتی که ما خواندم همین است که در سوره مومنین خداوند چی میگه قد افلح المؤمنون نجات یافت مسلمان ها مؤمنان نجات یافتند کدام الذين هم في صلاتهم خاشعون مردمانی که در نماز در حالت نماز خواندن آب چشم میکنن گریان میشوند امروز در بین ما و شما چیل درفت است نماز نمیخونه قرآن نشده بیچاره اگر ملا بلنگوکه بگیره در میگه چی میگه خب که انکم حمور مستنفره فرد من قصبره رنگی که در کوه پامیر یک خری وحشی شیر ببینه با تمام قوتش میگیره که مرا میخوره مسلمان میگیره یا فناتیکن یا بیکارن روت یا فناتیک پدرت مرد پدرت گور کرد مادرت مرد مادرت گور کرد تبارک در بالای قبرت خان ترا میگه زینا نکن عرق ننوش این فناتیکو او جوره که ترا ورزاب میبره زن تا تماشا میکنه سینه هاشه دختر تا خانهش میاری تماشا میکنه تمام نیتی بد داره او فناتیک نیو ملایی که بیچاره میگه برادر تو گرهی نکش عرق ننوش زینا نکن تو بدبخت نشو آبرومه شو او برای تو فناتیک مر به همی بیناموسید تو این خلکی گفتی قرآن فناتیک گفتی پیغمبر فناتیک گفتی الله از تو بیزار است تو بندگی چی داری تو صدقی نام مسلمان شوی خداوند چی میگه بندگانی که در نماز در حالت نماز گریان هستند اینها از آتش در خلاص یافتند هم دیاران عزیز من خطاب به سوی مادران و جوانان میکنم پدرایی که بی ناموس هستند پدران عزیز پسرم پدر آق میکند حضرت عمر رضی الله تعالی چی گفته بود در نشسته بود یک مسافر آمد قطعی جوانی 20 ساله 25 ساله آمد سرش خون بود یاره بود سرش خون میرفت گفت که چیکار کردی مسافر گفت بچه من زد حضرت عمر وقتی میپرسید مسافر گریه میکرد جوان گفت که امیر المومنین مرا گوش میکنید یا گوش نمیکنید گفت گفت چی میگی گفت که آیا همین پسرم در بالای پدر حق داره گفت بله حق داره چی حق داره گفت حق زمین است که باید اول زنی مسلمان بگیره مرد زنی مسلمان بگیره امروز اکثر جوانای امروز که عرق نوش و گریه کش هستند زنهای فاحشه را زن گرفتن از زن فاحشه عرق نوش امروز زن تاجیک کنیاک می نوشن امروز زن تاجیک در کازینو ها لیچ رقص میکنن از همین خیل زن با همین خیل زنی لیچ با دنیا می آید سببی در یک تفسیر میگه که یک زن همسایه این یک بزرگ میگه فرزندش بسیار مردم عذاب میداد دزدی میکرد هر کار میکرد یک روز نزدی زنش در آمد گفت آیلی من چی گپ است که من از خدا میترسم اینقدر طاعت میکنم این چی گپ است فرزند ما بیادب است زن فکر کرد گفت مردک جان وقتی که همین فرزند من در شکم ما یک ماه بود من خانه همسایه در آمدم از خانه همسایه بر آمدن ده انارش کشال بود با سوزنه کم سراخ کردم یک کرد آبی اناری به همون همسایه را نوشیدم انمو یک کرد انار فرزند ما را انم خیلی حرام خور کرده است امروز نعوذ بالله در پیش عروس کنیاک ماندگی شاید که اندک پس دخترای تاجیک اول کنیاک بنوشن در رستوران بعد نکاح بکنن و بعد دیگه کار بکنن ای زنی که لیچ باشه از زنی که سطر نداشته باشه او چقدر شما فرزند میگیرید ما و شما همون دهقان هستیم برای کارتشکا گیری زمین چند بار پابل بکنی یاره که من تخم خوب بگیرم تو فکر نمیکنی که تو از کدام خاندان زن بگیری که تو فرزندی زیبا داشته باشید از خانه مسلمان زن میگیری برای تو خداوند چی میتید فرزند مسلمان میتید بنابر میلیاز خداوند چی میگه در سوره مومنون نجات یافتن از آتش دوزخ کسانی که در حالت نماز خواندن گریان میشوند آبی دیده میکنن امروز وای بر حال کسی که سرش در سجده الهی نزده است یک بار خالقش پرستش نکرده است با میگی برادر تو نماز میخوانی نه گپ در دل باشه گپ یهود قسم به نام خدا گپ یهود است این گپ کفار است گوسپند ای پای خودش کشان بز ای پای خودش کشان نه اگر این همی داماد یک از گناه بکنه این همی جا خوشا به حال بابی عبدالرحمن اگر این همی جا عرقتی باشه زن و من رقص بکنن همی داماد جواب میتیم در پیشگاه خدا چرا الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر مسلمان کسی است که ای برادر جواب میگه مسلمان کسی است که برادرش نصیحت میکنه میگه برادر تو میموری جوان هستی تو پیر هستی میموری بیا نماز بخوان به نماز نگر نماز دکومنتی ما در قبر نماز دکومنتی ما
در روز محشر نماز دکومنتی ما در در جنت در آمدن، نماز دکومنتی ما جمال الله را نظر کردن. کسی نماز نمیخونه دکومنت نداره، خداوند قبولش نمیکنه، جنت درش نمیتین. امروز اگر تو یگان کارخانه بروی تو میپرسن که دکومنت داری، خواندی؟ میگه بله، بیا قبولت میکنم. نداری قبولت نمیکنه، تو دکومنت نداری. اگر تو هم که نماز نخواندی تو را قبول نمیکنن، نه در قبر قبولت میکنن، نه در محشر قبولت میکنن، نه در دهر جنت قبول میکنن، نه تو جمال الله را میبینی. تو خازن باشی، خامرد باشی، نماز بخوان. فرق میان مسلمان و کافر، نماز خوب از بی نماز قدرش برتر است. هر روز خوب یک بار تسبیح میگفته است، میگفته است که الحمدلله الذی جعلنی خنزیرا ولم یجعلنی من تارک صلات. خداوندا من تو را شکرانه میکنم، من کرد خود را برای سجده آدم رضا نکرد. شیطان 1000 مرتبه به از مردی بی نماز، او بری آدم تو بری خدا نکرد. گلی که بوی ندارد با وی چمن حیف است، دلی که عشق ندارد با وی بدن حیف است، سری که سجده ندارد با وی کفن حیف است. قسم به نام الله مرد بی نماز 3 قبط سان حیف میکند. صدقی 3 همون قبطی سان شود، 20 متر 22 متر کفن حیف میکند. او بدبخت همون لباسای بی نمازش گور کنید، صدقی کفن شود. صدقی همون خیل مردمی که تابوت ایوه بیزار است، تابوتی که مرد بی نماز زنی بی نماز بار میکنن، تابوت فریاد میزنه خداوندا من بیزار هستم از این مرد بی نماز، ملائکه نمیان نزدش. امروز مرد تاجیک زنی تاجیک نماز نمیخونه، مادرامون موی سرش قیچی ای مرد فر نداره با میگه مرا جنازه کنید. صدقی جنازه شوی تو، در زندگیش ازار نداره بیچاره مادرمون، سرش ویچ با مردک با ملای احمق او رو گوره میکنه. روز یا تو ملای احمق، تو بی ناموز، تو مسخره کردی قرآن. خداوند میگه چی میگه؟ یا ایها الذین آمنو لا تتخذوا آیات الله هزوا. ای بندگان من قرآن مسخره نکنید. زنی که در حیاتش با ستر است او را گهواره بکن. زنی که لیچ است چرا تو گهواره میکنی او را؟ چرا در بالاش تو با او را چی میپرتی؟ او را بر همه خیلیش او را بگران و صدقی بالایی همون تابوتی که مثلا میپ صدقی همون شود در زندگیش همه جاش میتافت و مردش او را محکم بکن. نه، بالای کسی را زن محکم کن که در زندگیش خش ستر کرد. بنابراین لحاظ هم دیاران عزیز، حضرت شمسدین کبایر در کتابش نوشته است در دوره حضرت موسی علیه السلام یک زن گریان در آمد. حضرت موسی علیه السلام قطعی شاگردانش نشسته بود. گفت که مادر جان چرا گریه میکنی؟ گفت که سبب گریه من همین است که شوهرم نیست، من زنا کردم، از زنا حامله دار شدم، کودک من کشتم، امروز توبه میکنم، در حق من دعا بکن. حضرت موسی علیه السلام گفت ای مادر برا که غضب خدا می آید. جبریل امین آمد از پروردگار گفت که ای موسی علیه السلام خداوند به تو سلام میگه، لکن چرا تو دعا نکردی در زنی که او پشیمان شد؟ آیا تو نمیدونی از این گناه سخت‌تر چی است؟ حضرت موسی گریان شده گفت که چی است؟ گفت بی نماز از این بدتر است، بی نماز از این بدتر است، مردی بی نماز از این بدتر است. بنابراین لحاظ جوانان عزیز، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. وای بر حال کسانی که نماز قضا میکنن، نماز میخوانن و قضا میکنن. ویل آتش دوزخ، دوزخ هر روز 70 مراتب از ویل پناه طلب میکرده است. ویل مکانی همون کسانی هستند که نماز قضا میکنن. این مردم تاجیک این چی کار میکنن؟ من شب در کوچه های شهر ایا جا میگذشتم، زن مرد در کوچه های شهر نه نماز نه روزه، زنی تاجیک لیچ میگرده با پگاه میمرو رو جنازه میکنن. من نمیدونم این با کدام بی ناموسیش مرا میگه جنازه بکن. تو با کدام حالت خود مسلمان میگیری؟ با کدام حالت؟ رسول الله تو بیزار، خداوند از تو بیزار است، روی حضرت ابوبکر صدیق از تو ناراض است، روی عمر از تو بیزار است، روی عثمان زینان بیزار است، حضرت علی روش از تو بیزار است. اینا کسانی رو دوست می‌دارن که یا با ناموس هستند. چرا امروز ما اینقدر بی ناموس شدیم؟ چرا غمی فرزندامون نمیخوریم؟ چرا غمی دخترامون نمیخوریم؟ ما پدرای دروغگوی هستیم، مادران خیانتکار هستیم. در روز قیامت دختر وقتی خدا میپرسه که کنی فلانی دختر چرا نماز نخوندی؟ دختر چی میگفت است؟ خداوندا چرا مرا مادری مسلمان ندادی؟ مرا با ستر میکرد، مرا کوچگر نمیکرد، دروغ نمیخرید. همین مردمی که در اینجا حضور دارن دختراشون خودتان یومکه میخرید، خودتان بروک میخرید، پول میتید در زناتون. من نمیدون امروز ما با کدام لفظی باشه میفهمونم، لکن امروز مردی تاجیک درونش پر است
فسق و فجور شده است، عقیده کفری شده است. قرآن میگه که در شپریز اندا او کال بزن که همین قرآن قبول کنه درست بود رویا ریاکس میته قبول نمیکنه قرآن. چرا؟ درست پس از محبت لیلی نه، درست پر از محبت استالی نه، دیگه او کال نمیده رویا، تغییر نمیاد. این همین جوازشتگی ها برادر، زن تا سرش پوشون، دختر تا پوشون، خیلی میگی ملا گفته با هم رفتار نمیدونم که ما چخل اگر خیلی خوشا بهاری کسی که بناموس باشه زنش بعدی فهمیدن برای زن اگه خیتات بعد تو ما را خیلی خدا بتر رومال بکش پیشی برت محکم بکن، گوشبارای تیلات برای ما زینت بکن، دختر تو بگو دختر جان تو گوشبار اندا پکا شوهر میکنی قدی شوهر در پیش شوهر زینت بکن. او نمیکنین برادر ارجمند. ما حاضر همین اگر نمی اومدم همین توی صاحب توی خفه میشه که ملاها ناپیسش ده و من شما را چی کار بکنم گپی مرا نگیرید. شما دروغگو شدید. اگر یک اوروسی کافر شما رو بگوید که تو برادر تو از یاش هستی پیسه برآمدی بعد نماز میخونی گپی همون رو میگیری. من برای تو میگم خالق خود گفت است که برادر تو رو شیطان فریب ندید. تو آرزوی بسیار داری که خانه دیتجا بسازم، من مکسیمه بگیرم، جیب بگیرم، خانه قبرستان اندازم. میگم برادر تو قبر فراموش کردی، قبرستانم یورریمونش فراموش کردی. تو برای خانه یورریمون ای دوبای استا میاری، برای قبرستانت استا نداری. میگم برادر جوانی از این میموری یک روز بینما در پیش جواب میگه خیلی ملا میگه چیکار کنم برای تو دیگه همین کارو بوده که بگیری چیکار میکنی بکنی گپ نگیری. یک کسی که وقتی دوست داشتی فریاد کردی و گپش باید بگیری، گپش که نگیری چرا فریاد میکنی اون چرا یک ساعت بیکار. من چند کس درس میگفتم چند کس صحبت میکردم مخلص قدی و تو مرا که فریاد کردی گپ بگیری من قدی صحبت بکنم نگیری من تو چیکار بکنم. بنابراین جوانان عزیز بعد شنیدن زن تا بساتر بکو، دختر تا بساتر بکو، همسایه تا بسوی مسجد دعوت بکن. همسایت بگو برادر تو مسلمان هستی چرا در خانه ما را یهودی تق تق میکنم؟ چرا حزب تحریر کافری در بدر خانه میگرده؟ چرا ما مسلمان ها همسایه ما به سوی مسجد دعوت نکنیم؟ چرا نمیکنیم؟ برای که بیناموس هستیم. ما یکدیگر را دوست نمیداریم، در غمخوار یکدیگر نیستیم، از خدا نمیترسیم، غمخوار شریعت نیستیم. وقتی که ترس در دل ما باشه شبا خواب نمیبرد، خدا را حاضر نمیدانیم. همچنانه که امام غزالی رحمت الله علیه میگه که مرد زن دوست می داشت، مرد زن دوست می داشت. زن سفر برآمد، مرد به خاطر زن برآمد. وقتی رفتن شب کاروان دم گرفت در یک مکان، همه خواب کرد. مرد پیش زن آمد گفت که زنک من تو را دوست می دارم قدیم از زنا بکن. گفت برای کاروان نظر بکن مردم ها خواب هستن یا بیدار. رفت دوان خرسندی را کاروان نگاه کردم خواب. گفت بالاش خبر بگی، بالاش خبر آمد. گفت همه خواب هستن. گفت همه خواب برای خواب هستن. زنک با استاد گفت که برادر خوب تماشا کردی همه خوابن؟ گفت برای همه خوابن. گفت من ترا میپرسم که الله هم خواب است؟ مرد شاخ شد گفت الله خواب نمیکند. لا تأخذه سینة ولا نوم. الله ذات است که او را پینک نمیگیره، الله ذات است که او را خواب نمیگیره. گفت خوابش نگیره ما چقدر در پیش الله گناه میکنیم. تو از خدا نمیترسی؟ شرم نمیداری؟ مرد توبه کرد گفت خداوندا من پگه چیکار میکنم؟ به این چشما چه خیل الله را نظر بکنم، به این چشما چه خیل من رسول الله را نظر بکنم. ای مردم باش بیاید اسلام دوست بدارید، فقط قرآن دوست بدارید. میبره حیوانات لیچ هستند، گاو و گوسفند لیچ است، نیم که زنی تاجیک لیچ باشد. کجا رفته سیم؟ همین ماده امریکایی ماده یهودی ما را بیناموس میکنن. یا 10 سال پس دیگه ما میلاد از بین میره، ما دیگه زنی تاجیک حلال نمیومیم. دایوسی حرام. مرد در کاره زنک تلفن میکنه که اکا خانم خونه اومده اگه چرایی که ای بر پدر لعنت تو باری مردکه. اکا خان خانه بیگانه مردی بیگانه میدونه در کارش نمیگه که زنک دیگه بیاید تو زنک تا خدا شر نمیداری من در خانه نیستم. تا اکا خان تا میاری قدید پاتا میمونه قدید میشه چکشک کرده. ناموس کجا شید؟ اکا خان در اسلام حرام های، دادر خان حرام های، قدید دختر عمه سلام کردن حرام های، قدید دختری خاله سلام کردن حرام های، قدید زنای اکاتون حرام سلام کردن، قدید زنای دادراتون حرام سلام کردن. مذهب امام اعظم رحمت الله علیه ما قدید زنی اکا دادرمون حج رفته نمیتونیم. چرا؟ ما محرم نیستیم، بیگانه است. اگر اکامون دادرمون که بمره بعد ایدش برآمدن درست کسی میگیره بگیره. زنی بیگانه است، هر کسی بگیره درست است. بنابراین میلی هست الحمدلله رب العالمین خدا را شاهد بدانیم. امام غزالی رحمت الله علیه خدا مقامش جنت الفردوس کنه میگه در خانه یک شخصی بزرگ قحطی آمد، کم بغلی آمد. مرد بازار میرفت از ساعت تا بیگاه میگه کار کنم برای کودکام یگان خوراکه بیارم، کسی پسوی کار نمیبوشه.
یک بیگاه گریان آمد، زنش پرسی که مردک چرا تو گریه میکنی؟ گفت کسی مرا با کار نمیبره، کودکام گرسنه است، از گرسنگی خوابشون نمیبره، چیکار کنم؟ ای پگاه گفت زنک جان تو برای کار، یگان کار بیو. گفت میلش مردک جان زیغ نشه، پگاه من میرم. پگاه زنکی زیبا کوچه برآمد، در این خانه میرفت، در این خانه میرفت، کسی قبولش نکرد. در آخری کوچه یک مردی سوداگری پولدار بود، خانه همون مرد در آمد، دید که زنی زیبا. گفت چی خدمت؟ گفت که کودکام گرسنه است، از گرسنگی شب خوابشون نبرده است، یگان چی بوده ما رفته کودکا را بودم. گفت بسیار خوب، تو دختری زیبا بودی، زنی زیبا بودی، بیا قدیم زنا بکن، هر چیزی که در کار باشه ما برای تو میتونم. زن گریان شد آمد خانه گشته، مردک دید گفت چرا گریان هستی؟ گفت که مرا به سوی زنا دعوت میکنه، من از خدا میترسم، من نمیدونم چیکار کنم. پگاه با زنک شب فرزنداش دید که از گرسنگی خواب نیستن، کودکاش گریه میکردن، دخترچاش گریه میکردن. امروز وای بر حال پدری که روش یا پدری که دخترش لباس نداره، یک حافظ $1,500 میاره، عرق میتیه، چی کارا میکنه؟ دخترش میگه پدر جان مده لباس بخر، میگه پول ندارم. ای مرید دیوسی حرامه، تو پدر نیستی، تو خیانتکار هستی. بچهش میگه پدر جان من یگان صبح یگان لباس خوب بخرم، همسایه لباس داره، نه بچه جان ما حافظ فلانی حافظ میاریم، او $1,200 میگیره، باید ما حافظ بیاریم. اینا پدر نیستن، یا دشمن هستن، اینا خائن هستن، در روز قیامت جاشون دوزخ میشه. زن پگاهی رفت نزد مرد، نزدی هم خانی تاجی رفت، گریان در آمد. گفت که زنی زیبا چرا گریه میکنی؟ گفت امشب کودکام از گرسنگی خوابشون نبرد، چیکار کنم؟ گفت شرط همون شرط، اگر قدیم از اینا بکنی هر چی بخوای میتونم ته. زن به خاطری کودکاش گفت مالش چه خیلی باشه کودکام نمورن، لباساش خانه در آمدن کشیدن. وقتی هر جلیش کردن بدن زن میلرزید، خیال میکرد که دستاش از بدنش جدا میشد. مرد نظر کرد گفت که زنی زیبا چرا تیغ میلرزی؟ گفت که از خدا میترسم، خدا ما را میبیند، از خدا شرم میدارم. مرد ایستاد گفت چیکار کردی؟ گفت از خدا میترسم. پگاه خدا میپرسه که چیکار کردی تو؟ مرد گفت که خداوندا این زن کم بغل از تو میترسه، چرا من نترسم؟ مرا اینقدر زن دادی، اینقدر پول و مال دادی، چرا من نترسم هستم؟ گفت مادر جان لباسات پوش، من در خدمتی تو هستم. چرا امروز مادری ما به ستر و به دیانت و به ناموس شده است؟ این خیل زنها بودن، این خیل زنها فرزندای زیبا میرامد. امروز مادر قدری خش گم کرده است، خش لیچ کرده است، پیروی یهود کرده است، موهاش بریده است، رنگی میمون کرده خشه. زن به گیسو زیبا داره، زن به ستر زیبا میشه، نیم که تو بدن تا پوشانیم بگه که من یوبکه میپوشم. زنی که بیچاره 50 رفته پاشاش برچینگ شده، حاضرم در کوچه میبره، شرم نمیداره. یا یوبکه در بدنش 50 داشته، همش پوچله شده، حاضرم خدا شرم نمیداره. نعوذ بالله نمیدونم، من قسم به نام الله امروز نمیدونم مادرها را چی بگم، مردا را چی بگم. رسول الله در کجاست؟ صحابه بودن که رسول اکرم در صحبت صحابگان است. زن گریان نزد رسول اکرم آمد، گفت مادر جان چیکار کردی؟ گفت یا رسول اکرم شوهرم در تجارت بود، منش شیطان قضا کردی. نماز عصر امروز ما پروای نماز نداریم، مسجد ندیدیم، پگاه میبرن بعد دست پاش بسته بچه میبرن، تلیج میکنن، دختر تلیج میکنن، همه را در 2-3 ساعت پول بسیار را میگیره میره. باید برای تو با بعضیش تعریف میکنن که اخ فلانی همسایه مرا رحمت کنم، حافظ میشناخته، بوریزاده قبرستان میشناخته، 1200 گفت رفتم 200 بخشید، 1000 تا آمد. این مردمی تاجیک من نمیگم شما کدام راه رفتید با خرسند خمیگه پولی مکو، نه آخی پگاه دوزخ جاد میشه پولاد، با پگاه دوزخ فریاد میکنی که فلانی شما را نصیحت نکردی؟ كل نفس بما كسب رهينه الا اصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. روز قیامت جنتی داخل جنت میشن، دوزخی داخل دوزخ میشن. حاضر اگر در این عصر 21 همین موعظه را ما کردیم، اگر 20 سال پیشتر بگم که برادران دوزخی ها با جنتی ها گپ میزنن، هیچ خیلی گپ میزنن. حاضر ای تاجیکستان با امریکا صورت دیده گپ میزنی کو؟ جنتی قطعی دوزخی تلفن میکنه برادر ما سلککم فی سقر، تو در دنیا چی کارا بودی؟ داخلی دوزخ شدی؟ چی میگه؟ من در خانه بابی عبدالرحمن آش خوردم، شکمم پر شد، زن داشتم، همه چی داشتم، نه که مردم ها گوش کردن عبادت کردن، من گریختم، من در کار نبود، من گفتم که یا فناتیک هستن یا دوستی من هستن یا دشمن یا بیکار هستن.
نماز نمیخوندم. میگو که یا مولا همونجا میگو نماز بخوان. من گفتم آزیاش هستم، من تن پرور هستم، آزی برم عید بگردم تا بگه قطی زنای بیگاری قزنای لیش تماشا کنم. رفتم نه پیشی خواندم نه چی، اصلا 76 بیکار گشتم. امروز مردم جام دوزخ من نفهمیدم. خدا جنتی ها چی میگفتن؟ ما سلککم فی سقر. تو چی کاره بودی در دوزخ میسوزی؟ چی میگفتن دوزخ ها؟ مرا فرزند داد، دختر داد، مرا چشم بینا داد، پای روان داد، دستی گیرا داد. من از حلقم درون میرفتک، من قربالام رفته بودم، دم کارپوش دیده بودم، مردم های گلوش آب نمیگذشت، نه که من پن نگرفتم. من بینماز بودم، امروز سبب بینمازی مرا داخلی دوزخ کرد. بنابر همین لحاظ سبب بینمازی سبب رفیقی بد دوزخیت میگردانه. و ما یک موضوع را اندکک به جوانان میگم و بعد الحمدلله رب العالمین یک جای یگان آیت قرآن میخوانن، یگان غزل تاجیکی هم بخوانن، بعد دعا میکنیم. دویم کسانی که خداوند میگه که الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، جنتی ها کسی الله را نمیدیده باشم من یک بار سجده نمیکنم. خاطری مقصدی ما شبخیزی ها گریان از ترس عذاب خدا همین است که ما الجمال الله را میبینم. وجوه یومئذ ناظره. بعضی گروه هستن که مردم شیعه اونا این کار میکنن، جمال الله را دیده نمیشه، میگن ما بیزاریم از خلق گروه. ما یقینا میگیم الحمدلله جمال الله را میبینیم. آیت قرآن است. ما مقصد عبادت ما همین است که جمال الله را میبینیم. بنابر همین لحاظ یکی از مردمانی هستند که زکات میتین. رمضان ده زکات بودیم، از $1000 $25 برای اپای کم بغلات بوده. چرا امروز مردم ریاکار شده؟ یه هفته توی میتین. بگو برادر همین تو همین توی مردمی بینماز دعوت کردنه و برای اپاک تا پیش رمضان یا 2 قابچات بخر یا 10 کیلو روغنش بوده. نه ندارم، برای ریا کردن داری. و برادر همسایت زنی بیوه بیچاره شوهر نداره، کودکاش گرسنه هستن، برای یاردمش بکن. نه من توی میکنم. مردم را تعریف کرد ریاکار. شرک اصغر همین است. مشرک دو خیل شرک است. شرک اکبر با میشه که نعوذ بالله مردمان نعوذ بالله نعوذ سری مزار میره میگه موابی من یاردم ته مرا کار بده، اینی مشرک است. دویم مشرک همین است که ریاکار خوشته ای حج میای گاو میکشه یک هفته توی میتی مرا تعریف کنم. ای میبری تو بری صغیر خانه دبتی بیمار داری یک کم بغل همسایت بودی چه خیلی چیزی با وادی. بعضی جوانا چیکار میکنن؟ پدرش بیچاره پول نداره در کیسش، وقتی مرده بعد چیل میگن، چیلی حرام. بعد چیکار میکنن؟ یا 3 گاو بکشم مردم دعوت کنم و تو میبری تو هم یک پولی گاو در کسی پدرت مینداختی، پدرت جمعخانی میرفته یا 2 کیلو نبات میگیری میخورد بیچاره حقش قاق شده مرد، بعد چیلش با گاو کشی رو میبین بس تلا نکری و تبین. اوه این قدر پر بیچاره کمپیری روز دکی یگان لباس نداره و کمپیر که مردک انا بعد خدایی شبی سار شبی. این از کجا گرفته اسلام؟ اسلام ما خیلی نیست. اسلام ما میگه که مادرت در زندگی دوست بدار، پدرجات در زندگی دوست بدار، دعاش بگی از تو راضی شوه، 5 وقت نماز در مسجد بخوان، خدا از تو راضی، پدر مادر راضی. لیکن اگر بدبخت اگر پدرت ناراض باشه، مادرت ناراض باشه، اگر هر روز از پول گرنگا بکش جا دوزخ خیتر خداوند دوزخ میسازه. امروز همه چیز چپکی کرده. بنابر همین لحاظ یکی از مردمانی که مسلمان هستند خداوند چی میگه؟ والذین هم لفروجهم حافظون، کسی که زنا نمیکنن، قطعی زن بیگانه. جوانان عزیز خداوند میفرماید که ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشه و ساء سبیلا. ای بندگان من شما زنا نکنید، زنا کاری بد است. تفسیر ابن کثیر دمشقی رحمت الله علیه میگه که در ضمن همین آیه کریمه یک روز جناب سرور عالم با همراه حضرت عمر فاروق نشسته بود. عمر فاروق یک جوان زیبا در آمد نزد رسول اکرم صلوات الله علیه گفت که یا رسول الله ای پیغمبر گرامی اسلام برای من اجازت که زنا بکنم. حضرت عمر گفت یا رسول الله من اجازت منافق سرش بگیرم؟ گفت که صبر کن کما پرسی میرن. گفت جوان چی گفتی؟ گفت که یا رسول الله برای من اجازت من زنا بکنم. رسول اکرم گفت که بچه جان تو مادر داری؟ گفت بله مادر دارم. تو میخوای که همسایت با مادرت زنا بکنه؟ گفت نه نمیخوام. گفت اپا داری؟ گفت بله اپا دارم. گفت میخوای که همسایه قطعی اپت زنا بکنه؟ گفت نه نمیخوام. خواهر داری؟ گفت خواهر دارم. میخوای که مردم بیگانه قطعی خواهر تو زنا بکنه؟ هر سوالی میکرد نمی. رسول اکرم چی گفت؟ و احب للناس ما تحب لنفسك
تکن مسلمان. این خیلی باشه بچه جان گفت دوست بدار برای مردم هر چیزی که برای خود دوست میداری تو مسلمان میشه. اگر تو برای خود دوست بداری که زنی مرا کسی نگاه نکنه، دختر ما نگاه نکنه، خودت کردی مسلمان شده نمیتونی. نه که اگر بخوای که تو مسلمان شوی، زنی بیگانه همچون مادر، دختری همسایه همچون دختر، تو میشی مسلمان. جوانان عزیز، کما تدین و تدانو، همچون که جزا داده میشه. زنا کردی زن تا زنا میکنن، زنا کردی دختر تا زنا میکنن. این عیب خودت است. کتابای نقلیات میگه که یک روز یک زن قد یک شوهرش نشستن در سر دسترخوان. مرد گفت که الحمدلله رب العالمین من خدا ترس هستم. زن گفت نه مردک جان من خدا ترس هستم. مرد گفت نه شکر خدا، من خدا میترسم که تو را خداوند توفیق داده است. گفت خیلی بیا شر میکنیم. زن گفت چی شر؟ گفت من خمس زیب و زینت میکنم، کوچی شهر میبرم. گفت مردم مرا چیکار میکند؟ زن خوش زیب و زینت کرد، برآمد کوچی بازار کاروان و بازار سخاوت همه جا را گشت، بیگاه آمد. مرد پرسید که زنم جان چیکار کردی؟ گفت در بازار کاروان دستی مرا یک کس قپید. بعد مرد گریان شد، گفت راست میگی، من دستی از زن بیگانه را قپیدم. برادر ارجمند کردی میکنن. بنابراین هاست از خدا شرم داریم. به امید دلار نشو، به امید سامانی نشو، میموری دلار در سرت میمونه. جهان ای برادر نماند به کس، دل اندر جهان آفرین بند بس. مکن تکه به دنیا ملک و پشت، چون تو بسیار پرورید و کشت. چو آهن گرفتن کند جان پاک، چی مردن در روی تخت و چی در روی خاک. پرزیدنت هم باشی میموری، وزیر هم باشی میموری. کجاشی لینینا، کجاشی استالینا، کجاشی فرعونیا، کجاشی دی کسانی که دعوا میکنن دنیا ای وای گفتن همش زیر خاکه. یک قبرستان بره کو یک پنج قبرستان بدره کو نه یک فریاد بکنه برادران شما چی کار هستید؟ او چی میگن؟ بیا جنوبا میدانی حالت چی است، بیا با میدانی با حالت چی است. وقتی در لحظی تاریک بموننده دیگه پیش قفا نظر کردن بگی زمین هر روز فریاد میکرده است. چی میگفت است؟ ای فلانی تو امروز در بین رفیقات گشته هستی، فقط در زیر ما تنها میایی. تو امروز خورده هستی بلذت، فقط تر کیرما میخورن. زمین هر روز فریاد میکند. آفتاب که بشینه فریاد میکند، میگفت است فلانی خیر نباشه، تو مرا دیگه تا روز قیامت نمیبینی، با فقط دیگه کتاب پیدا میشه. بنابراین لحاظ هم دیاران عزیز، جوانانی به ناموس، من از خداوند همین قدر استدعا دارم، طلب دارم که خداوند ما و شما را به ناموس بگردانه. ما جوانایی که زن میگیرن اونها را میگم که اونها به ناموس باشن. خواهران نصیحت میکنم که خواهر جانی عزیز تو باید از خدا شرم داری، تو باید با ستر باشی. مادری عزیز تو باید مسلمان شوی، خودت باید نگه بداری. حدیث جناب رسول اکرم است ای ما امرأتین صلت خمسها و صامت شهرها و اطاعت زوجها قیل لها یوم القیامه ادخلی فی الجنه من ای ابواب شیتی. زنی که 5 وقت نماز بخواند، من نمیدونم بعضی ملاها میگوید که 6 تا بخون، بیچاره مادرامون یا همیدام اگر یک 2 تاش نماز خون باشه بیچاره با همه 6 تا میخونن. نماز نمیشه. نماز زن و مرد هر یک است. زن باید راست نماز بخونه. قیام در نماز فرض است، در نماز واجب است، در سنت است، در مستحب است. نفل در 6 تا بخون درست میشه. در نماز فرض اگر 6 تا خوندی نماز نمیشه، تو ترک فرض کردی، باید نمازات ایسر بخونی. برای این سبب مادری جان تو خودت اول نماز بخوان، بعد دخترات بگو نماز بخوان. در صورتی که تو مادر جان تو مادر هستی، تو را خدای قدر داده است، تو لیج باشی، تو صدقی دختر شوی، تو دختر تلیش کرده میبری بازار، میبری لواش سر میکنی که سوداگرای جوانا بیان دختری ما بخرن. تو روسیا تو خیانتگار هستی، تو رزق ای دخترت میبینی، ای خدا نمیبینی. نعوذ بالله. روز در بازارا کی بود رای دخترها همش لنجاش اصل لواس سر باخشار کرشمه کرده میسن یک جوان بود را ما بخرن. نعوذ بالله. چی بدبختیه، چی بدبختیه. نعوذ بالله، نعوذ بالله. برای این سبب پیغمبر گرامی اسلام میگه که مادر تو خاندانی هستی، تو مربی هستی که هیچ مکتب و میسی تو فرزند تربیت کردن نمیتوند. تو مادر قدری خطه بدان. جناب سرور عالم در بیت الله نشسته بود، مردم ها را نصیحت میکرد. جوانی در پشتش مادرش در یک سبد پیر شیدگی بود، عرقه کرده 7 پیشتم افتاد. آمد در سایه ماند، نزد رسول اکرم آمد، گفت یا رسول الله پشتی من برای مادری من
ماشین است، کدام طرفی دنیا بگد میبرم شهر. آیا من حق فرزندی را ادا کردم؟ رسول اکرم آبی چشم قدی گفت که رسول اکرم خودش یتیم بود، گفت قسم به نام الله که یک بار آهی مادر تو اجرا کرده نمیتونی. شبهای زمستان که تو گیره میکردی مادر رو میخیست آه میکشید، آهی مادر بسیار آهی چقر بود. چی میگفت؟ مقصد چی بود؟ خداوندا بچه مرا کلام بکن، بچه مرا سمدار بکن، بچه مرا محتاج نگردان، بچه مرا از کسل نکن. لیکن تو حاضی آه بکش چی میگی؟ خداوندا مادری ما پیش ده که جان شو بگی پشتی ما درمان شده. آهی تو آهی مادر چه قفر داره. پدران عزیز، حضرت عمر قصه کرده بودم، پیسرم پدر آق میکنه. اون سفید گفت که مرا سر مزد خون کرد. بچه گفت که امیرالمومنین آیا مرا گوش نمیکنی؟ گفت گوش میکنم. بگو بچم چی کار کردی؟ گفت که همین پیسر در بالای پدر چه داره؟ گفت پدر باید زنی مسلمان بگیره که اوی فرزند مسلمان شوه. دویم نام زیباش مونه، سومش او را تربیه بکنه پیش عالم مونه. این جوان گفت که امیرالمومنین قسم به نام الله مادری من رقاصه بود، رقاصه که ازلیش نافوشم میتو در بین مردم ها همین خیلی رقاصه بود. من رقاصه شدگیم، من مادری مسلمان ندارم، مادری من رقاصه است. نامی من جوعل است، کنگوزی سیایی که در داری تپکا میگرده همون جوعل است. مرا در پیش یگان عالم هم نمانده است. مرا یک خرد سوار کرد پدرم، میرفتم که علت درم میکردم میامدم. هستی عمر چی گفت؟ گفت ای مصطفی پیش ای که تو فرزند تو آق بکنی تا ای فرزند چند سالشی تو آق هستی، تو صدقی فرزند شوی تو. بنابراین میلیاز پدران عزیز، مادران عزیز، پگه این دخترها از شما دعوا میکنه، این پیسرها دعوا میکنه. بنابراین میلیاز در آخر ما از شما معذرت میخوام که وقتی شما را زیادتر گرفتم، لیکن جیگری ما برای شما میسوزه. باید شما به ناموس باشید، باید مردی تاجیک عالم باشد. ما المعطا پریده بودم به نزدیکی مرا دعوت کردن، در سمالیات نشستم، گفتم آزی در سمالیات شاید که وقتی که در هوا پریدیم اعلان میکنن که مثلا محمد شریف پسر عبدالرحمن لیاچی که یکم درجه نه که وقتی ششتم فکرم ده وقتی که صدا کرد سرگی ایوانوف لیاچی که پیروی درجه، گفتم ای تاجیکی کجا شدی بچه تاجیک، کجا شدی بچه تاجیک گیرین کشی را میتونی، بچه تاجیک زینا را میتونی، ورزاب رفته میتونی، میبری بخوانی کلاچیک شوی، میبری بخوانی پایچی شوی و تا بکی تو محتاجی عروس و محتاج یهود میشی. و بخوانید علم از ما بود، خب جامعه از ما بود، سینا از ما بود، خوارزمی از ما بود. امروز انگلیچنا کتابا را دزدیدن، ما محتاج مایا شدیم، امروز ما بی سواد ماندیم. من نفرت میخوانم، من در روز قیامت دعوا دارم از ملاهای احمق بی سواده که پیشتر اونا ملا نبودن، اون یهودی بودن، میگفتن که علم تقسیم کردن به شیطانی رحمانی. گفتن که علم شیطانی در مکتب 10 ساله بخوانی شیطانی، در مکتبی اگر قرآن بخوانی رحمانی، روش سیاه میکنه همش مکتبی رحمانی است. نیوتن خیمیک بران نه دروغ هیچی نارو الله کردگی است و همون چی کرد آشکار کرد، همش از جانب الله. این گپا دروغ است، همش الله فریده. کوستا بیچاره نوینه به نزدیکی رفت در بحر، آب شیرین آبی شوره نوشیدک وقتش کشید. خداوندی را 1427 سال پیش مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان. ای بنده تو به کدام نعمتی من تو دروغ میگی؟ و ما ترا دو بحر یک جای میکنم، آب شیر آب شوره و آب شیرینه در بینش پرده دارم، تو نمیبینی به چشمات. تو چی کار میکنی؟ تو آب مینوشی استعمال میکنی میخوری، این از کجا است؟ این آب اسمان میومد دیگه از کجا است؟ فکر میکنی نمیکنی؟ تو چی فکر داری؟ ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نان به کف آری به غفلت مخوری. این همه از بحری تو سرگشته و فرمان بردار، شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری. وای بر حال ما، نعمت الله را استفاده بری. باز یک مرد اگر بچه تونه افیرس بکنه دادنش میتی دکتر جان رحمت ما در خدمتتون، اینه موشی در خدمتتون، و تو میبری الله را شکرانه بکنی. چرا الله که تو را چشم زیبا داد گوشی شنوا شکرانه میکنی؟ و تو یه مخلوقی قدر در پیش خمشی. چه
چرا تو در در خانت خار میزنی؟ چرا در در خانت نل میزنی؟ تو نل پرستی؟ خار پرستی؟ خدا خارت کنه تو میبری از خدا طلب کنی یا کن عبود و یکن هستی او مسلمان شب نه ایشان شب نه مخصوم نه مولا او مسلمان شب مسلمان خدا طلب کن مزار کجا میری؟ مولانا کجا میری؟ این مولانا تو بیزاره بیچاره گپ زدن میتونه اگر گپ زده بتونه همین زنکار میگه اپا برای ترسوک پوشم جات میتونه ای برای آسیده کشال کن اما جات میتونه او بیچاره گپ زدن نمیتونه بیچاره چیکار کنه بیزاره ای ما شما همون مولانا بیچاره با تاجیکا برخ زیارت میرن برخ بیچاره نه برخه نه برخه پا دروغه تو نمیری پیش عالم زنده بری طرف بگو که دختر تا بساتر کن زن تا بساتر بکن و پیش یه عالم زنده بری شما یا عالم زنده که رفت آمد بکن این قد زنده شو تا بکه همین خیلی کلپنگ میگردی یه روز میمری میری دیگه تو ای خدا زیادتر به عقل دار یا جوره شو طرف بفهمون که جوره تو ناموس بکن برای این سبب از خداوند جل وعلا یک برادر ما سوال کرد است که داملای محترم آربیزانی که زنها میکنن درست است یا نه آربیزان من یک چی برای جوانان میگم که همیشه ما در یک جا نکاح بودم تقایی دختر دعوا کرده که مرا شما چی بودید وکیلانه ای برادر حرامه میگم نخواه گوشتی خو حرامه تو بجای که چند تا بگی که من راضی هستم اینا برید من راضی هستم تو چیکار میکنی میگی تعامل است ای برادر تو کافر نکن خودت تو حرام نکن من میگم چیکاری شافیر و تو شافیر باش تو میبری ای کاسو ای بنزین اساس گپ زن و من ملام باید من قرآن گپ زنم امروز بیچاره شافیر ملاقات میکنه پادوان گئی میشه بیچاره پادوان دکتر شده دیگه پیشرفت نمیکنیم و میبره هر کس کارش بکنه و من ملا میگم برادر و تو حرام نخو تو وقتی که بسر کلان آمدن جوانان عزیز بند نبند رنگ گوشت خوک حرامه شاهد حق نداره وکیل حق نداره همش حرام است کارو سوزن زدن شرک است یک قرآن یک شریعت ما یک شریعت کافر است در پشتی شهر سوزن زدن من زن کارو سر کردم گوش شما مادر شما کافر نکشی خودتون میگی تعامل ای بعد گوش تو کار اختیار بکن شافیر میخیزه قدیم رو سر به سر بشه نه که مادران عزیز آربیزانش خوشم به خوشانی شریعت است این در قانون اسلام نیست که تو آربیزان بکنی لکن یک فال نیک است فال نیک همی که الان که خانه آمد دست روغن میماله از زنه که زیبا نمازخوان باشه زنه که به نماز دفع کنه بارنگ هم به نماز میشه یک کمپیری پیری نمازخوان در دست روغن میرزه خواه کنه دعا میکنن انشاءالله شاید با برکت شود یک فال نیک بگنی را فرق بین دست چپ و راست در خوردن چی است؟ فرق داره جناب رسول اکرم صلی الله علیه و صحابی دیدی که بعد از چپ بخور گفت یا فلانو کل بیامینی بعد دست راست بخور حدیث صحیح هم هست دست راست برای کاری خیر است دست چپ برای کاری بعد از برای مستحب کردن یک کاری دیگه است لکن اگر ضرورت داشته باشی درست است باقی نداره با میشوی توزه میشد درست است لکن دست راست از دست چپ فرق داره خیلی ملایی که ریش دارد به ریش را امام میکند نماز ما درست میشد یا نه نه روی هم خیلی ملا سیاه که ریش داره خودش اقفای درست نمیشه نماز اقفای به ریش نماز درست نمیشه من خطاب به سوی شما میکنم تو ملا شدی بیچاره تو 40 خور هستی با چه خطاب بجا میکنی تو زندگی در 40 سال بدبخت من ملا من اومدم این الحمدلله من یه روز ای جمعه برآمدم در مسجد خال مشرف من جمعه را گذراندم برام توفلی ما پوشیدم دیگه بچه‌ها مخلصا گفتن حضرت عایشی گفتم نه بچه‌می مالی خودشون های من کی مال دارم پولی خودشون های چی جای مدار من میرم پولیش خودش کسی آورده بود پول مرا خرید داده بود با خودش پوشیده رفته من لم یشکری ناس لم یشکری لا از پادشاه تا آخر اگر شکری مردم نکنه شکری الله نمیکنه همه این وظیفه اینا همه این کابینش اینا ایرین همین کم بغل آیلیک میگیرن و زندگیشون رو پیش میبرن خصوصا کدام ملایی تاجیکستان کدام ایشانی حرام خوری تاجیک کار میکرد مز میذارن همه شکمشون هم کم ایرین ما و شما رو کم بغل هستن برای این سبب ملا شدی به انصاف شو ریش داری پیش بدرو حتی مولانا تهانوی لکنوی او گفت است که مولانا اشرف علی گفت است کسی ریش داره او مقدار سنت نیست او فاسق است او پیش در آمدن نمیتواند مدینه حصار یک کار غلطید
پیشین بخوانم تو مسجد را آمدن میدونم یک بیریش در سرش سلام مونده مسخره باز با پی یکمش ای قفای تو نماز چی میشه تو صدقه اسلام شی با پیش در آوردن اون امروز مسخره بازی رئیس در گردنش گاستوک تو میخرواری داره و تو میمونی ملا ریشتمونی تو چرا ملا میگه که تو خدای خیری اگر صدقه اگر پاکیزه بگیری تو همون چیل خیری جوره رنگ ما هیچ فرقی نداری تو میمونی باید ریشمونی تو باید تو خطا پاک میگیری اکد تو ملا نباشی ریشته بتروش گاستوک بند نیکی اگر ملا باشی ریشتمون پیش بدرو تو متکبر نکخته ملایی که خلق از روزی نیست از پس از نماز درست است یا نه او را فهمیدن در کار برای چی است ملای امروز تاجیکای ما ملای حقو رو نقضه میبینه باب گرم یک کفای دیسو امروز تاجیک یهودی پرستی ده ملای رو دوست میداره که وازی نگاه کنه دیدین بین ما و شما ده وازی چند کس میگه این میگه بوی عبدالرحمن این ملا را یک جوری خقب زده گوشم رو کار کرد فلانی داملو قادمی خوب بوده اومد تا آخر شش جمع کرد و پیچ و خس رفت او پگه قدی ملا دوزخ میری ترا که ملا بیچاره نفهمونه ترا گپ نزنه تا ای خاک میفهمی تو زن خود قرآن خوندن نتونی زنت خوندن نتونه ای کجا میفهمی تو حاضر قدرت خدا اصلی 21 شده یهود بالای محتاب بر آمده حاضر هم اگر ملای کنم خلخب شکمش پوری گو اولیاء ایروسی اولیاء شکمش پوری حرام خوردگی در بدری وزیر بگره من اولیاء یا بیچاره که اشای نورجا گپ زنه و اولیاء نه امره به همین رستانه چی گپ بدبختی است چی به ناموسی است کرتکای حتیشان میگیره معاویزه میکنه ای فلان ای روز سیاتم مسلمان کسی ایشان دوست مسلمان نیست او ای مره به همین روزوش بیزار مای ملایی که خوب باره میخره گب نمیزنه خوب گی وای صدقی قرآن شوه صدقی حدیث رسول اکرم شوه درباره شوری سبابا بگوید بچه جان به نزدیکی من یک معرکه یک مسجد مسافدا زیاد بودن همین سوالا کردم من مسافدا رو گفتم پیر داری گو بره گفتم بابی برای پیرت بپرس سازی من اگر تو را بگم که علی قاری حنفی مذهب عمدت المحققین بهترین مذهب در امام اعظم داره 120 کتاب تصنیف کرده است اون رساله داره 34 حدیث های جمع کرده به حد تواتر رسیده است پیری من نمیکنه پیر تمای خود در سر قبرت مون قدم برادر شب قدی پیر مثلا قرآن میگم میگه پیری من نمیکنه برای قدی پیری حرام کرد بگه داخل و برای این سبب من شما رو با میگم که یا گپی خدا و پیغمبر بگید یا برای دفش قدی هم پیری حرام کرد برای دفش دوزخ بره ما با میگم امروز خلق ما محتاجی گفتنی خدا و رسول بیزار شریعت ما ایو ایشانه که خوب باره میشینه میخیزه و شما هوشیار شید کسی را دوست بر شما را گپ زنه کسی خواب بشینه پول تا بگیره پیچونه در قبای ماشین و اولیا روسیه اولیا چه خیلی آدمی تا اولیا برای این سبب 34 حدیث صحیح آمدگی در رفع سبابه کسی میگه پیری من نمیکرد خدا بگیره پیرشه رسول اکرم گفت است لهی اشد من الشیطان من الحدید رفع سبابه از شمشیری که سر شیطان میبری این سخت‌تر است تو چرا با میگه که من نمیتونم تو دروغگویی را بتونی زنا را بتونی بدبخت زن بیگانه تماشا کرده بتونی تو یک رفع سبابه را نمیتونی برای این سبب الحمدلله رب العالمین سنت جناب سرور عالم است سنت جناب رسول اکرم بهترین سنت از رسول اکرم کسی سنتی مرا زنده بگردانه گویا دنیا را زنده کرده است حاضی با بیچاره کدام طالبای نو بردارن یگان بچکای این میگن یا وهابیان قبرستان خودش بیچاره نه مسلمان هم در وجودش لیل نوس میدار مسلمان نشده با میگه بچه را سر کنه سر لیچه ها و سینکالتن ای بس شرم است کدام همین ایره کدام احمق اگر بی سوادی احمق باشه هم میگه که سرش برو و سرش پیغمبر خدا سرش خوند اکثری آموشه بیچاره صحابه لباس نداشتن سرش خوندن لباس نداشتن امروز چرا ما اینقدر بی عقل شدیم که جوانا رو از مسجد سر میکنیم تو مسلمان باشی تو از کزینا برو مردم دعوت کن پس نماز یک جوانی که در کوچه‌گر او رو دعوت بکن تو چرا جوان از مسجد سر میکنی جایی که اون خدا توفیق داد ای کودکیش تو فکر بکن در سالی وای تو بودی چی کاره بودی تو میگشتی خر و نرخر بودی تو یه عمر شافری کردی چی کار گشته بودی این بیچاره 20 ساله الحمدلله مسلمان شده چرا این کارو میکنیم ما رفع سبابه سنتی مؤکد است علی قول رحمت الله میگه دور المختار با یک قول مستحب گفته است رد المختار سنت میگه اینا حضرت امام اعظم رحمت الله در فتوای عزیه گفته است ای مردم کسی که دعوا میکنه امتی رسول الله هستم اگر رفع سبابه نکند امتی رسول الله شده نمیتوند از مذهبی ما شده نمیتوند درباره رفع سبابه زیاد گپ است لیکن ما شما التماس میکنم بکنید بچه جان
گوش نکنید مردم بیسواده پیری منو میکرد استادی منو میکرد خیلی جاهل بود بیچاره کتاب هم بود او حدیث ندانه بیچاره تفسیر رو نخونده باشه مردمی خوب ها دیر الحمدلله کتاب برآمده هر یک فتوا حاضی من الحمدلله 25 30 فتوا کم میزنم کی میشه استادام کتاب روشن هیچی نداشتم بیچاره همه بنامشون 4 کتاب خیلی ملاقی میکردم بیچاره 4 کتاب خیلی ملاقی میشه 4 کتاب میگه که اصول دین برادر 8 قسم است کار یهودی‌ها اول امامت میگه بعد نبوت میگه و ما قانون داریم آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسوله و الیوم الاخر و القدر خیره و شره من الله تعالی و البعث این اصول دینی ما که ما اصول دینی شیعه رو میخونیم او اصول دینی شیعه که اول امامت و فلان فلان ما اصول دینی ما شما چی است آمنت بالله زنی که خودش را مسلمان میگیرد به سطر میگردد اگر زنی که با بعضی مادرهای ما و شما لیچ میگرد با نماز میخوره یا نماز درست نیست دروغ میگه مسلمان نیست ایو سطر اول فرض است کسی به سطر میگرده از دین میبراید زنهایی که بیگاهی ها در تگی دام ها میشینن همشون چی میشود شوهرشون دایوسه چی میشه دیگه نمیبرند شوهرشون نصیحتشون کنه که جسد همش در بیرون میته تو میبری و خیلی خونت بروی زن دو قدر اگر بفاره بگی خونه تو خونه هم دقشتا خبرشون یک هفته بگرداخی بشینه ببیوید چی گپه که مردم میگذرن پروا ندارن که اما جاشون توفته بازی با زنها یک کار کردین دیگ دونر در قدر هم میکنن بیچاره همشون دوم با بکن همه جاشون میتوه نمیدونم این قدرتی خدا من حیرانم من روز تو رو دیوانه میشه نظر میکنی با بعضی جوانا جورش میاره زنک چای بیار با میاره خم میکنه سیناش تا نقش بیچاره میتوه با زن یاش میاره مر میکنه بخیر چای بیار اخی این قدرتی خدای تعلیم از قرآن دور ماندیم از حدیث دور مانده دیوس به ناموس میشی خدا من خوب حرام کرد عرق حرام کرد چرا در وجودش دیوسی داره کسی گوشت خوب میخوره دیوس زنش در پیشش آشنایی بکنه پروا نداره دخترش آشنایی پروا نداره دیوس میشی عرق هم آدم به ناموس میکنه دیوس میکنه همین که بعضی نمیفهمم بعضی با نامش معلی با نامش هم دیرکتور بیگه مست میره خونش میدره با پکا میره ها طلباش ما گناه نکنی این روز تو میبری اول خود عرق نخری این مسخرگی رو بی خودش پیان میای خونه شد طلباش میبینن با طلباش میگه این دیوانه رو بی خودش بیگه مست بود با ما رو میگه گناه نکن این مردم چی کار کرده شما با همین دروغی پیش میره نه خود مسخره میکنی برای این سبب بعضی قاری محترم یگان تلاوت قرآن میکنن یگان غزل میخوان بعد دعا میکنیم ما بسیار خوشحال است خداوند شما را به ناموس بگردانم من الحمدلله شکر الله را میکنم که از بین شما دو کس هم زنش به سطر بکنه یک کس هم زنش به سطر بکنه من خوشحال میشم الحمدلله خوشا به حالی و جوانی که به ناموس باشه سطر بخره زنش پوشانه بگه زنک تو زیبایی بخوای من برای تو اما کار میکنم تو فقط زیبایی در پیشی ما بکن دختر جانش تربیه بکنه دخترش بگو دختر جان من تو را دوست میدارم من نمیخوام که روی تو من دوزخی شم جوانای عزیز باید نصیحت بکنه که مادراشون دوست بدارن پدراشون رو دوست بدارن اگر همین رفت من باشه در گرم و سفید خانه برآمده میرن پدرشون رو در مسافرت خانه میپرتوین کسل شید میارن قربالا مرد میبرن گور میکنه دیگه خانهش نمیاره چرا زنم به معقول نی مرد در زن تا معقول نی پگه خیلی میشی زن به معقول نی ما در تلویزیون دیدم یک شکمدار بوگاسو کم در گردنش بود بعدی اومدن شو پرسی ژورنالیست که یکی بود بچه‌م بود چند بچه داره 6 بچه دارم ترا چرا جا بردن که نام به معقول نی کجاش ناموسی تاجیکی کجاش سمدارای تاجیکی کازینو میسازن یهودی ای خودی او پاره دنیا اومدن تاجیکا رو کافر کردن کجاش دی پولدارای حرام خوری گیره فروش که تاجیکا رو یاردن بکنن کجاش زکات انداز زکات بدین ای $100,000 $2,500 باید زکات بدی بازی میلیون دلار در تاجدار لو زده میلیون $25,000 میلیاردر هم هسته $250,000 تاجستانی تماما سیر پوری میشه نه که وای بر حالش کسی زکات نده مسلمان است نماز قبول نمیشه حرام است زکاتش باید بخونن
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى